شما که علاقه‌مند سنگا و تسبیحایی میدونید چرا به مهره اول تسبیح میگن شیخک؟ 99% تسبیح بازا ملتشو نمیدونن. تا آخر کلیپو ببین بهت بگم جریانش چیه. قسمت اول سر تسبیح بهش میگن شرابه، ولی این قسمت یه دونه بلندتر از بقیه تسبیح است، از جنس همین تسبیح که بهش میگیم شیخک. چرا علتش شده شیخک؟ اسمای دیگه ای هم داره. بهش امام میگن، خلیفه میگن، حتی صوفی هم بهش گفته شده. چرا همچین نامگذاری شده؟ چون بقیه رو نمازگزار میدونستن و اینو امام جماعت. به خاطر اینکه بقیه پشت سرش مثل امام جماعت قرار گرفتن، اینو اسمش رو خلیفه یا شیخ که به تصغیر بهش گفتن شیخک. حالا این مطلب ریزی که شما دونستی و 99% تسبیح بازا هم نمیدونن جریانش چیه. ما چون همه چی رو تحقیق میکنیم و فقط به گوگل بسنده نمیکنیم، تو عمق کار میریم، این مطلب رو برات درآوردیم و بهت خواستیم یاد بدیم. واسه دوستات هم بفرست، همونا علاقه‌مند بشن به این دنیا، همین که اونا یه چیزی یاد گرفته باشن.